سلام بچه‌ها، خیلی مخلصیم. امروز اومدم با یه ویدیو جدید در مورد DNS. اول همه چیکار میکنید؟ لایک میکنید، سابسکرایب میکنید، با یه کامنت واسه من میذارید. دمتون گرم، خیلی مشتی و پرطرفدار هستید. بعد چیکار میکنید بچه‌ها؟ اینجا رو نگاه میکنید. DNS چنجر. اینو حتما نصب میکنید، توی گوگل پلی میزنید تا نصب بشه. این اسمو بزنید میاره. آبی هم هستش DNSش. واردش که میشید، این گزینه اول میاد. این گزینه رو میزنید، اوکی رو میزنید. این پایین این گزینه رو میزنید بچه‌ها. خب بعد اینو میزنید، وسط رو میزنید، میمونید تا درصداش پرشه. الان داره جستجو میکنه که کدوم DNS واسه اینترنتتون خوبه. خب آورد بچه‌ها، نگاه کنید. 75 76 82 100. کد DNS هاش هم اینجا هستش. IPv4 DNS. ببین بچه‌ها، این هم میتونید به تو DNS چنجر بزنید. DNS چنجر مشکی میتونید اونجا هم بزنید، استفاده کنید. بعد که اوکی شد، تیکو میزنید. تیکه رو که زدید استارتش میکنید. اجازه دادن تموم شد. به همین راحتی وصل شد DNS تون. خیلی هم خفنه، هم ریجستر خوبی بهتون میده، هم پینگ خوبی. انشالله که استفاده کن و لذت ببرید. خیلی مخلصیم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.